تا 4 سال پیش علی محمد مثل هزارها ساکن دهات کمبیزات کوهستان یمن از مرز عبور نموده در عربستان سعودی کار میکرد. ولی با آغاز جنگ در مناطق مرزی او در خانه نشسته شاهد آن است که پسر 2 ساله‌اش موعز از کمبود شدید غذا به یک پاره پوست و استخوان مبدل شده است. مرکز از ما دور است و ما به وسایل نقلیه نیاز داریم. شرایط دشوار است. من امکان ندارم که وسایل نقلیه تامین کنم زیرا شغل نداشته در خانه نشستم. سازمان ملل متحد نزاع در یمن را از بزرگترین فاجعه های جهانی عنوان داده تاکید میکند که آن یکی از کمبغلترین کشورهای عربی را با قحطی روبرو کرده است. جنگ رفت و آمد میان منطقه ها و وابسته به آن صادرات و واردات کمک ها، غذا و مواد سوخت را کاهش داد. بر علاوه تورم وسعت یافته درآمد خانواده ها را به زمین زد. معاش خادمان دولتی سری وقت پرداخت نمی شود و اوج برخوردها مردم زیاد را به ترک منزل دائمی زیست و جای کارشان وادار کرده است. پیش از جنگ من می توانستم به سعودیه سفر کنم و حالمان خدا را شکر خوب بود. با آغاز جنگ راه بسته است. روزهای می شد که برای خوردن غذای کافی نداریم. تا زمانی که حال چنین است نه کار خواهیم داشت و نه امید به آینده. به قول سازمان ملل متحد سالهای اخیر عربستان سعودی برنامه تأمین شغل اهالیش را عملی نموده هزارها مهاجر کاری یمنی را به بازگشت وادار کرد. سازمان ملل می افزاید که تخمیناً 80% اهالی یمن به کمک بشری نیاز دارد. کمبود غذا و دسترسی به آب پاک باعث شده است که موعز 2 ساله همگی 5.5 کیلوگرم وزن دارد. با کمک کارمندان سازمان خیریه موعز را به شفاخانه آوردند، ولی این مؤسسه هم شرایط زیادی برای بهبود وضع این طفل کم غذا را در اختیار ندارد. موعز از کمبود غذا اذیت میکشد. ببینید فقط پوست و استخوان شده است. او هیچ بیماری ندارد که مانع به تغذیه او شود و از اون نتیجه کم غذایی است. با امید شفا و تغذیه چندین طفل دیگر از عائله‌های مهاجران داخلی در شفاخانه ولایت اسلم یمن جای داده شدند. سازمان ملل متحد تا هنوز وضع یمن را رسما قحطی اعلان نکرده است، ولی اصرار می‌ورزد که نزدیک 10 میلیون ساکن این کشور در مسافه 1 قدم از گرسنگی قرار دارند. سر از سال 2015 عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف بین المللی بر ضد جنبش حوثی‌ها قیام کرده است. آخر سال 2014 این گروه شیعه مذهبی همپیمان ایران شهر صنعا را اشغال نموده حکومت پرزیدنت عبدالربو منصور هادی را به ترک پایتخت کشور مجبور کرد.